تنگی نفس در سرماخوردگی. علائم: احساس سنگینی در ریه، تنفس سرد همراه با سرفه و یا درد قفسه سینه، نداشتن توانایی کشیدن تنفس عمیق. تدابیر: 1. خوردن سیر خام به این شکل که سیر خام رو خورد کرده اون رو به شکل قرص همراه با آب میل بفرمایید بدون اینکه سیر رو بخوایم بجاییم. بنابر اندام و جثه فرد از 1 تا 3 حبه متغیر است که هر 8 ساعت 1 عدد میل شود. بخور نعنا: عرق نعنا رو روی حرارت قرار دهید و زمان جوش اومده اون رو بخور بکنید و یا به جای عرق نعنا از اسانس نعنا استفاده بکنید. سومین مورد، روغنمالی ناحیه ریه از دنده تا سرشانه ها رو با روغن سیاه‌تونه آنقدر ماساژ بدین که احساس گرما داشته باشید. چهارمین مورد، بادکش گسترده ریه که از دنده تا سرشانه ها رو لیوان ها رو با حرارت روی این ناحیه قرار بدیم. فقط تنها نکته این که روی ستون فقرات به هیچ عنوان لیوان گذاشته نشه. اگر این پست رو پسندیدید لطفاً اون رو سیو و برای دوستانتون ارسال بفرمایید.